تو هم حتما این کاغذهای تا خورده رو توی ادیت‌های اینستاگرامی دیدی و مطمئنا وقتی دیدی علامت سوال برات ایجاد شده که چطور این افکت رو میسازن. باید بگم که نگران نباش، چون بعد از آب خوردن ساده ترین کار همینه. اگه دنبال یه آموزش فارسی این افکت بودی، درست اومدی. چون امروز میخوام بهتون این افکت رو در کمترین زمان ممکن آموزش بدم، بدون اینکه نیاز باشه پلاگین خاصی رو نصب کنید. خیلی خوب، افتر افکت رو باز میکنیم و کاغذمون رو به کامپوزیشن اضافه میکنیم. حالا به پنجره افکت اند پریست میریم و افکت CC پیج ترن رو سرچ میکنیم و میندازیم روی لایه‌مون. حالا میریم به پنجره افکت کنترل و بک اوپاسیتی رو حتما روی 100% میذاریم. حالا از لایه‌مون با کنترل دی دوپلیکیت میگیریم، بعد لایه بالایی رو انتخاب میکنیم و میریم تو پنجره افکت کنترل و از قسمت رندر میذاریم روی گزینه بک پیج و بعد لایه دوم رو انتخاب میکنیم و این دفعه از بخش رندر میذاریم روی فرانت پیج. صبر کن، این قسمت رو خیلی دقت کن، چون اینجا هم یه خورده پیچیده است و هم خیلی اینجا رو اشتباه میکنه و این افکت براشون کار نمیکنه. خب حالا جفت لایه‌مون رو باز میکنیم و افکت لایه‌مون رو باز میکنیم و افکت CC پیج ترن رو هم باز میکنیم. حالا فول پوزیشن لایه اولی رو به فول پوزیشن لایه دومی وصل میکنیم. حالا آلت رو نگه میداریم و روی استاواچ فول پوزیشن لایه دومی کلیک چپ میکنیم و تو قسمت اکسپرشن این عبارت رو مینویسیم و تمام. الان افکتت آماده است. راستی من اینجا از کاغذ استفاده کردم، ولی تو میتونی از عکس یا هر چیزی که لازم داری بدون محدودیت استفاده کنی. جان این ریشای نداشتم، یه لحظه صبر کن. میدونم این آموزش برات مفید بوده و الان این افکت رو یاد گرفتی. حالا وقتشه تو هم چنلم سابسکرایب کنی، چون این اولین ویدیوی چنل منه و قراره توی این چنل پر از این آموزش‌ها بذارم. پس اگه میخوای ناراحت نشم این کارو انجام بده، ورنه گریه میکنم.